و از همه بزرگ شما هستید، زیرا شما هستین که داملا و قارئا با شما صحبت و قرآن خوانی و نقل خوانی میکنند. اگر شما نباشین با کی میخوانند؟ با کی صحبت میکنند؟ مخلوقان خدا در نزد خدا قدر دارند. و سبب جمع شدن ما و شما هم معلوم هست. عوام و علما، صحت و بیمار همه یک کلمه را ورد زبان بسیار تکرار میکنند. میگویند سنت، میگیم این سنت است. سنت تلفظش آسان هست، اما فکر و معانی و عمل کردن با سنت این خیلی دشوار هست. چرا هر جایی که علما بشینن درباره سنت صحبت میکنن تا مردم از بدعت دست بکشن. بدعت چی کلمه هست که همه نفرت دارن؟ چرا در کلمه بدعت بسیار علما حرکت میکنن که تا یکی از مخلوقهای خدا دستشان بالشتش بود، همه میشناختن، با فقیری مشهور بود، اما محب رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت گفتن روز من تو را جلیبی همسر برات انتخاب میکنم. حضرت تعجب کردن، گفتن به این فقیری ما بالش ندارم زیر سر خودم، کجا زیر سر همسرم میاوم؟ با این فقیری کی راضی میشه و همسری ما باشه؟ و چند روز یک مرد آمد گفت حضرت میخواهم دخترچه ما شهور بتون. حبیب خدا گفتن بسیار یک کار خوبی را انجام میدی. آن مرد گمان کرد که شاید حضرت برای خودش بگه، بسیار خوشحال شد. حبیب خدا گفتن مرد من برای خودم نمیگم. گفت برای کی میگی؟ گفت برای جلیبیب. گفت همونه که فقیر هست. ما تا آیله من نپرسیم هیچی گفتن نمیتونم. آمدن آیلهش گفتن هیچی میدانی که خواستگار دختر من کی هست؟ گفت کی هست؟ گفت حبیب خدا. همون خوشحالیه که بالای مرد آمده بود بالای زن هم آمد. گفت زن حبیب خدا برای خودش نمیگه. گفت برای کی میگه؟ گفت برای جلیبیب. گفت نمیتونم. میگه دخترچه آمد گفت آچه جان من پروای جلیبیب ندارم، خواستگار من حبیب خدا هست. شما با کدام عقلتان جواب او را نمیگین؟ پیروی سنت بی، حتی در خواستگاری پیروی سنت داشته. اگر جلیبیب از این فقیرتر باشه من تیارم که همسرش باشه. ازدواج کردن. چند زمان مشرکا آمدن جنگ و بعد جنگ ها شهیدا را میکفتن. حبیب خدا فلانی شهید شده است. حضرت میگفتن این جلیبیب، جلیبیب ما کجاست؟ آمدن دیدن که جلیبیب هم شهید شده است. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما میگه هم تو میگه آغوشش کردن تا لحد نمیکندن در زمین نمیموندن. و حضرت یک کلمه را میگفتن الجلیبیب منی و انا منه. من مال جلیبیب هستم و جلیبیب مال من هست. یعنی هر کسی بالای جلیبیب دعوا داره من تیار هستم. سیدنا ابو بکر رضی الله تعالی عنه از دخترچه برای پیروی سنت سوال میکنه، برای طلب شریعت علم، برای فرض و فرایض واجب و سنت را انجام دادن. بهترین شخصیت بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق است.
میاد سوال میکنه عایشه جان کنی ببین من همه سنت حبیب خدا را اجرا میکنم یا نمیکنم؟ پدر از دختر میپرسه. چند لحظه هایی هست که حبیب خدا با تو هست، در اون حالت من نیستم، شاید یک سنت را انجام بدی که من نبینم. کنی بین؟ گفتن پدر جان همه سنت انجام بدی مگر یک سنت رو. گفتن کدام سنت؟ گفتن او همسایه یهودی نابینایی که داریم حبیب خدا هر روز خودش افقاتش میته. اما پدر جان شما این کارو نمیکنید. سیدنا ابوبکر رضی الله تعالی عنه فردا صبح بر وقتر از حبیب خدا رفتن و اون مرد افقاد میدادن. اون مرد نابینا عجیب سوال کرد، آن مردی که هر روز مرا افقاد میداد کجاست؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنه گفتن تو مرد نابینا هستی، مرا از او چه خیلی فرق میکنی؟ گفت آن مرد کسی بود یک بوی خوبی داشت، ما او بو را احساس ندارم. عایشه مادر رضی الله تعالی عنها او عنهما میفرمایند من خواب میبودم حبیب خدا وقتی که خانه میدرآمد من بیدار میشیدم. گفتن عایشه مادر آیا تو رو ناراحت میکنه؟ میگفت یک بوی خوش دماغ مرا احاطه میکنه، من از خواب میخیزم. و خانه تاریک میگفت روشن میشود. روز نزد عایشه مادر رضی الله تعالی عنها گفتن یوسف نبی خیلی زیبا بود است. عایشه مادر سوال کرد که از کجا میدانی؟ زنهای مصر برای زیبایی یوسف دستای خود بریدن خبر نشیدن. عایشه مادر گفتن والله اگر زنهای مصر زیبایی محمد صلی الله علیه و سلم میدیدن قفسای سینه‌شون پاره پاره میکردن خبر نمیشیدن. حسن یوسف دم عیسی ید بیضا توی هم داری، آنچه خوبان همه دارن ولی تو تنها داری. و دویم گفت مرد نابینا را ببین بور احساس ندارم. و دویم آن مرد گفت نسبت من خیلی مهربانی میکرد، من اون مهربانی را ندیدستم. و سوم از دست او هر چیزی میخوردم معده من خوب هضم میکرد، من هضم کردن نتونستم. پدر آیا با اون مرد صحبت میکردی یا نمیکردی؟ بله. درباره چی صحبت میکردی؟ میگفتم بچم هوشیار شو، نعوذ بالله در مدینه یک محمد جادوگر پیدا شده، همه را از دین باباگیش برآورده، دین جدید خود تعلیم داده است. بعد شنیدن این کلمه ها چی میگفت؟ مهربانیش زیادتر میشید. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. من اینقدر تحقیر در جواب تحقیر من اینقدر مهربانی جز از اخلاق نبوت دیگر اخلاق نیست. اخلاق حمیده حبیب خدا مرد میلان به سوی اسلام کرد. باز میپرسه لحظه های آخران ها این نفس حضرت ابوبکر است. دختر جان آخران سنت را که حبیب خدا انجام داد کدام سنت است؟ همون سنت را انجام داد و جان به جبار تسلیم کرد. کدام سنت است؟ پدر جان آخران سنت را که حبیب خدا انجام داده است مسواک بود. گفت عایشه بچم یک چوبی مسواک بیار تا من انجام بده. سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. هممون یک نفر مرحوم گذشته را اگر تعریف بکنیم میگیم فلانی شهید شده است و شهید هفت پشتش میگیم شفاعت میکنه و حتی تسلا هم میتیم برای خودمون. پس میدونه برای چی اینقدر یک انسانی که از دنیا گذشته است ماشین زده است یا یک کارش از درجه شهادت میتیم شد؟ به خاطر که رسول معظم اسلام فرمودند خدا تمام خطایهای شهید میبخشه مگر قرض، زیرا اون معامله انسانی هست. اگر هر معامله بین انسان و الله هست
وقتی اون انسان شهید میشود خدا همه گناهاش میبخشه. به این خاطر میگیم بچه من شهید شد، پدرمان یا مادرمان شهید شد. اما رسول معظم اسلام میفرمایند من تمسک بسنت عند فساد امه، کسی اگر با یک سنت عمل میکنه در حالتی که امت در فسادن، سنت رو از غیر سنت فرق نمیکنن، نمیدونن که سنت چی هست غیر سنت چی هست، یک جوان مرد با یک سنت عمل میکنه میگه ثواب 100 تا شهید میگیره. 100 برابر شهید خدا او انسانی که با یک سنت عمل میکنه میبخشش. 100 برابر شهید. سنت فقط تلفظش آسان هست، معانیش خیلی و ثوابش خیلی بزرگ هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید هر کسی یک سنت مرا زنده کرد، این سنت زنده کردانیدنش دلالت میکند که من دوست میدارم و هر کسی مرا دوست میدارد بیشک الله او را دوست میدارد. همه جنازه ها میریم، دامله ها ما یک ثواب بزرگی را خبر میتن که هر کس جنازه آمد 1 قرات، سر منزل رفت 2 قرات. و باز هم میگن قرات وزنش انقدر، میگن مثل کوه احد. چرا از بین کوه احد خاص و مخصوص شد؟ زیرا کوه احد کوه هست که رسول معظم اسلام گفتن این یک کوه هست که یحبنا و نحن نحبه. جبل کوه هست که ما را دوست می‌داره، ما ای را دوست می‌داریم. محبت کوه با حبیب خدا وزنش اینقدر وزبین کرد که امروز ثواب خدا را در مقابل کوه احد در وزنش میمونید. میدونی چرا؟ به خاطر که محبت با حبیب خدا داره. روز حبیب خدا بالای کوه احد بودن و بهترین رفیقش ابوبکر و بعد از آن عثمان و عمر. کوه کمکک می جنبید. حبیب خدا گفت ای کوه چرا بی ادبی میکنی؟ نمیدانی بالای تو کی هست؟ حبیب خدا هست و بهترین رفیقش ابوبکر است و 2 تا شهید عمر و عثمان هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم کوه نمیمانه که در نزد صحابه بی ادبی بکنه. امروز بسیار نفرهای را میفهمیم که نسبت اصحاب رسول الله زبان دراز میکنن. هزار و 439 سال تاریخ گذشته است، نام ابوبکر و عمر و عثمان و علی و سایر اصحاب رضی الله تعالی عنهم گم نشده است. نام من و شما یک ماه بعد از وفات من میروند. بهترین معلمی بودن و بهترین درس ها داشتن و بهترین شاگرد ها پیدا کردن. سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر و سیدنا عثمان و سیدنا علی و سایر اصحاب رضی الله تعالی عنهم با یک دیگر رابطه شان ببینین. وقتی رسول الله از دنیا گذشت سیدنا ابوبکر خلیفه ماندن، نزد حضرت عمر آمدن گفتن عمر جان باید خلیفه تو میشدی. برای رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته بودن لو کان بعد نبیا بالفرض که اگر بعد ما پیغمبر میشید باید عمر میشید. حالا من آخران پیغمبر هستم، حق بود که خلیفه اول تو میشدی. حضرت تربیه خوب گرفته بودن، استاد خوب داشتن، معلم خوب داشته بودن. نگفتن راست میگی، گفتن وای بر شما. یک روزی که یک شب حضرت ابوبکر
با حبیب خدا گذرانده است، همون روزش از من و از اولاد من در نزد خدا بالا هست. گفتن کدام روز؟ گفت روز هجرت. غیر ابوبکر کسی در بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود. آمدن سیدنا علی را گفتن تو دامادش هستی، پسر عمکش هستی، حق داری که باید خلیفه اول می شدی، چرا گذاشتی ابوبکر شی؟ حضرت عجیب جواب دادم. گفتن حضرت خلیفه را تعیین کرده بود. گفت چگونه؟ آیا شنیدی که بعد سر ما باید ابوبکر باشه؟ گفتن همه شنیده. در اسلام گفت بهترین عبادت چی است؟ اما اصحاب گفتن نماز. گفت روز رسول الله صلی الله علیه و سلم بیمار میشید کی خلیفه میکرد؟ گفتن ابوبکر. پس در دیگر کارها هم گفت حقتر و بهتر هست که ابوبکر خلیفه باشه. وقتی در نماز تعیین خلیفه اول ابوبکر باشه، دیگر نمازات هم حق داره که دیگر امور ده حق داره که ابوبکر باشه. یا دارین گفت وقتی گفته ابوبکر قلبش ملایم است گریه میکنه بیاین عمر پیش بدرایه، حضرت چی گفت؟ همون حیله هایی که برادرای یوسف برای یوسف کردن شما برای برادر من ابوبکر میکنید. رسول الله بهترین معلم و دکتر بودن که قلب و زبان صحابه را همه را مثل یک قلب و یک زبان کرده بودن. اما امروز من و شما در یک مسجد 1000 زبان و 1000 قلب داریم و الله اکبر هم میگیم و در پهلومان برادری هست که از او هم ناراحت هم هستیم. رسول معظم اسلام سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه را دیدن، تبسم کردن. حضرت گفتن شاید یکم کمبوده شده باشه. گفتن عمر جان همین کوچه ای که می آمدی حالا شیطان بود، تو را دید از این کوچه بازگشت رفت. یعنی کوچه ای که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه می گشت شیطان جرأت نداشت، قوه نداشت که در اون کوچه بگه. اما امروز بعضی انسان‌های را میفهمیم و میدانیم که نسبت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم لب باز میکنه. پس خودتان فیصله کنین. شیطان جرأت کرده نتانیست، اینها جرأت دارن. پس اینا کی هستن؟ فیصله شون به هر یک از شما معلوم هست. سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما بیان شدن با حدیث ها. حدیث سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم و کرده پیغمبر صلی الله علیه و سلم و صحابه در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم کار را انجام دادن، حضرت دیدن رد نکردن، اینا را حدیث میگن. و حدیث هم بعضا امروز یکم برادر سوال میکنه میگه حدیث تو ضعیف است. کمک براتون بگم که این حقوق من و شما را کسی نداد است که حدیث حبیب خدا را صحیح یا ضعیف بگیم. ما دو تا نویسنده کلام داریم که خیلی مشهور است. از علمای حنفی مولا علی قاری رحمت الله علیه است، از علمای شافعی ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه است که تمام فنون را صحبت دارند. فقه است، حدیث است، اصول فقه است، اصول حدیث است. یا حضرات خیلی به نهایت هر دو بحر علمی مذهب خود هستند. ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه یک کتاب داره به نام نخبة الفکر. در همونجا تعریف حدیث میکنه که حدیث صحیح چی را میگن. همون حدیث را میگن که از خود روایت کننده تا رسول الله صلی الله علیه و سلم بسند برسه. یکم شرط. و دویم شرط که عالما
فاسق نباشند، دروغگو نباشند، حافظه خوب داشته باشند. بعد در همونجا میفرماید و ضعیف و ضده، حدیث ضعیف ضد حدیث صحیح است. مولا علی قاری رحمت الله علیه میخیزه کتاب همون را شرح می نویسه به نام نزهة النظر. میگه حضرت کمی قلمت پایان رفته، تو نمی گفتی که حدیث ضعیف است، بلکه میگفتی که و سند ضعیف ضده، سند ضعیف است، نه سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اگر بالفرض در حدیث کمی کنج و کاب هست، به خاطر سخن رسول الله نه، بلکه به خاطر من و شما. شما جوانا بسیار احتیاط کنید. بالفرض که اگر حدیث صحیح باشه، به مجرد نشنیدن یا کمی در حالت غضب اگر یه حدیثی پیغمبر این کارو بکنی، وای بر احوال، کاری من و شما نیست. اگر نمیدانی حدیث رسول الله را، نگو رسول الله همی گفته است، بگو که مفهوم رسول الله سخنش این است. بعضی علما را ببین در آخر چی میگن؟ او کما قال علیه الصلاة والسلام.